سلام بچه ها، من کارن گیم پلی هستم. امروز اومدیم با ویدیو کال آف دیوتی میخوایم ببینیم چطوری باید وقتی که میمیریم نارنجک بندازیم. وایسا ببینم میتونن دستم بزنم روی کشور روسیه. نه دستم خیس بود، آب افتاد. لتس گو، بریم سراغ ویدیو. بچه ها تا حالا شده شما مثلا یک انمی رو میکشید، بعدش از روش به هر دلیلی رد میشید، مثلا بخواین انمی بعدی رو بکشید دو اینا، بعدش که رد میشید اون نیته شما رو میکشه، نارنجکشون شما رو میکشه. تا حالا براتون اتفاق افتاده؟ بله، من میخوام بهتون آموزش اینو بدم که شما وقتی میمیرید چطوری این کار رو انجام بدید. خب وارد بخش مولتی پلیر میشید. این روش فقط برای مولتی پلیر کار میکنید. بعد وارد ترکیب تفنگی و اتچمنتاتون میشید. بعد وارد پگ‌های قرمز میشید. وارد پگ‌های قرمز و یه پگ قرمز رو انتخاب کنید. این نارنجکه هست، اینو بگیرید. اینو اگه بگیرید با 2000 تا سی هم بیشتر نیست، بگیرید و انتخابش کنید، دیگه تمامه. وقتی که شما هم بمیرید اون اتفاقی که میدونید رو میافته، نارنجک میندازه و انمی رو میکشه. امیدوارم از این ویدیویی که براتون گذاشتم خودتون اومده باشه. مرامی کانال ما رو دنبال کنید، لایک و کامنت هم فراموش نشه. خدا نگهدار.